برآمد نامزد به وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان احرارزاده شهرت اسلام. قبلا درود و پیام خویش را به شما انتخاب کنندگان محترم رسانیده برایتان تن صحت و خاطر جمع، آسمان صاف و بی‌غبار و دسترخوان پر از ناز و نعمت تمنا دارم. به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، برای چنین یک فضای آباد و آرام در کشور، آزادی سخن، برابر حقوقی برای تمام ساکنان کشور ناوابسته از ملت و خلقیت، مقام و منزلت، جنسیت و موقع اجتماعی و اقتصادی منتداری اظهار می نماییم. همچنین از کمیته های اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر استراوشن و ناحیه شهرستان ولایت سوخ به تمام اعضای این حزب سازنده جهت مرا با باوری کامل همچون نامزد به وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشبری نمودن عرض سپاس می نمایم. برای پیشرفت و سعادت خلق تاجیکستان شعار کل مردم سربلند بخصوص اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بوده، محتوای برنامه پیش انتخاباتی من نیز محض در همین شعار افاده می یابد. در پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی که 28 دکبر سال 2024 در بینای تازه بنیاد و خوشطرح و زیبای پارلمان کشور برگزار گردید، نیز دستاوردهای نائل شده تاجیکستان در 5 سال اخیر بیان گردیده راهبر دولت آن را نتیجه تلاش و زحمت‌های مردم شریف کشور ارزیابی نمودند. این بهای سزاوار سرور دولت برای مردم شریف تاجیکستان بوده، از جانب دیگر در جواب به این بهای بلند از کل مردم تاجیکستان مسئولیت بیشتر برای اجرای رسالت وطنداری خویش را تقاضا می نماید. همچنین در پیام به مجلس عالی به مسئولان تمام زینه‌های دولت و دولتداری، ساختارها، سپارش‌های قطعی جهت رشد بی‌میلان کشور برای آینده نزدیک داده شد که تأمین آن همچون برنامه عملی هر وطندار و وطنخواه، اعضای حکومت و پارلمان کشور، وزارت و اداره و مقامات‌های محلی حاکمیت دولتی به حساب می رود. من همچون حقوق شناس و نامزد به وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی تحت شعار برای پیشرفت و سعادت خلق تاجیکستان محتوا و اجرای سپارشات این حجت مهم سیاسی و اقتصادی را محک برنامه پیش از انتخاباتی خویش قرار دادم. قابل قید است که برای تامین رشد اقتصادی و اجتماعی قبل از همه تامین امنیت و صلح و ثبات ضرور است. بعداً بلند برداشتن معرفت حقوقی در جامعه راه دیگری رسیدن به موفقیت و موفقیت‌های اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌یابد. هماهنگسازی و همکاری با مقامات حفظ حقوق، رعایت قطعی قانون و سندهای معیاری و حقوقی، پیشگیری جنایتکاری، مبارزه بر ضد جنایت‌های خاراکتر تروریستی و اکستریمی داشته، رسالت جانی هر فرد وطنخواه بوده، مساعدت در حل این مسئله‌های مبرم روز از بندهای اساسی برنامه پیش از انتخاباتی من و رسالت کسبیم
همچون حقوقشناس محسوب می‌یابد. تاجیکستان صاحب استقلال عضو کامل حقوقی جامعه جهانی بوده وضع ناآرام و روندهای پرتضاد و مرکب در منطقه‌های مختلف وادار می‌سازد که در روند جهانی برای حل مسائل عمده بشر اشتراک فعالانه داشته باشیم. در این بابت ترغیب و تشویق پیام سرور دولت به مجلس عالی در بین اهالی و سهمگذاری بواسطه در عملی نمودن نکته‌های در این پیام بیان گشته محتوای اساسی برنامه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و اعضای این حزب سازنده که ما را به وکیلی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشبری نموده است به حساب می رود. باعث افتخار و شرفمندی ما تاجیکان است که پرزیدنت تاجیکستان پیوسته از منبرهای بلند سازمانهای بین المللی بخصوص سازمان ملل متحد با تشبسهای به حل مسائل گلوبالی روانه شده برآمد می‌کنند و آن از جانب این سازمانها با خوشنودی پذیرفته می شود. و یادآور باید شد که سال بین المللی پریخا اعلان گشتن سال 2025 که تشبس پنجم جمهوری تاجیکستان به حساب رفته با قطعنامه سازمان ملل متحد قبول گردیده است. اعلان داشتن روز جهانی فوتبال همچنین 21 مارس همچون روز جهانی پریخا اعلان گشتند و تأسیس خزینه بین المللی حفظ پریخا مایه افتخار ما تاجیکان است. از جانب دیگر از شناخته ترین سیاستمداران سطح جهانی اعتراف شدن پیشوای ملت تاجیکان جناب عالی محترم امام علی رحمان و پی در پی پذیرفته شدن پیشنهادهای دولت ما از جانب سازمانهای بین المللی ما را وظیفه‌دار می‌سازد که در حل معماهای گلوبالی نیز فعال باشیم. این باشد از سطح و صفت دانش حقوقی و سیاسی هر فرد کشور بخصوص اعضای پارلمان و دیگر راهبران سطح گوناگون وابسته است. عامل‌های ذکر شده ساکنان کشور بخصوص ما جوانان وطن دوست کشور را وادار می نماید که با علم و دانش‌های زمانوی مسلح کسب و هنرهای معاصر را از خود کرده برای رشد اینوواسیا و باز هم تحکیم یافتن نفوذ تاجیکستان صاحب استقلال در عرصه جهانی سعی کرده باشیم. عملی نمودن هدفهای سازنده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان جهت تربیه نمودن نسل نورس در روحیه وطن دوستی و وطنداری، احترام به ارزش‌های فرهنگی و ملی و عمومی بشری، احترام زبان و مقدسات دولت، خودشناسی و هویت ملی، دستگیری همه‌جانبه جوانان بخصوص استعدادهای جوان در مرکز توجه قرار داشته در برنامه پیش از انتخاباتی هم مساعدت به حل این مسئله ها به طور واضح درج یافته است. طور در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی قید گردید. همیشه در خاطر باید داشت که همه پیشروی و پیروزی هر یک دولت و جامعه را مکتب و معارف و علم و دانش تأمین می کند و در برابر این باید گفت که سبب اساسی بدبختی هر یک ملت و دولت اعتبار ندادن
به صفت مکتب و معارف سهلانگاری کردن به تربیت کودک از خردسالی و فراهم نآوردن محیط مساعد برای تعلیم و تربیت می باشد. از این لحاظ مساعدت به تقویت فعالیت در سمت تطبیق استراتژی ملی رشد معارف در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 همچنین 8 برنامه دولتی به رشد و انکشاف تربیت، عملی گردانی اصلاحات ساحه، دستگیری مکتب و آموزگار روانه کرده شده باید در مرکز دقت هر نامزد ارزنده باشد و در حالت انتخاب شدن به وکیلی یا خود در جریان اجرای فعالیت کسبی برای تامین اجرای این برنامه سعی و تلاش ورزد. طور در پیام سرور دولت به مجلس عالی بیان شد طی سالهای صاحب استقلالی در کشور 3670 مؤسسه نوی تحصیلات عمومی، 262 مؤسسه تا مکتبی و 35 مؤسسه تحصیلات عالی ساخته به استفاده داده شد. وابسته به همین روند به بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی در استرافشان توجه کنیم، می‌بینیم که در دوره استقلالیت در حدود شهر 22 مؤسسه نوی تحصیلات میانه عمومی، 1 مؤسسه میانه کسبی، کالج هنرهای مردمی ساخته به استفاده داده شده. همچنین در این دوره بیش از 810 جوانان با استعداد ختم کردگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر استرافشان برای تحصیل به دانشگاه‌های با نفوذ 4 کشور پیشرفته جهان فرستاده شدند. اما روشن است که این هنوز کفایه نیست. با نظرداشت افزایش اهالی و زیاد گردیدن شماره کودکان و نورسان، پرزیدنت تاجیکستان در پیام دستور دادند که در 5 سال آینده با استفاده از همه سرچشمه‌های مبلغ گذاری برای فراگیری 50% کودکان سن سال تا مکتبی بنیاد 800 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی و بیش از 1000 مؤسسه تحصیلات عمومی تأمین کرده شود. همچنین برای در هر محل اهالی نشین که بیش از 100 عائله زندگی می کند حتما برای بنیاد کردن 1 مؤسسه تا مکتبی تدبیرهای ضروری اندیشیده شوند. واقعاً در شهر استرافشان و ناحیه شهرستان نیز معماهای فراگیری کودکان به مؤسسه‌های تا مکتبی و نرسیدن صنفخانه و مؤسسه‌های تعلیمی جای دارند. فعالیت من بعده خویش را در 5 سال آینده برای نائل شدن به این هدف که محور اساسی پیروزی هر یک دولت و جامعه می باشد روانه خواهم کرد. در این روند جهتی باز هم فراگیری بیشتری کودکان به مؤسسه‌های تا مکتبی، بنیاد کودکستان و باغچه‌های زمانوی و دیگر شکل و اصولهای الترناتیوی تعلیم و تربیت کودکان توسط جلب صاحبکاران برای بنیاد باغچه و مکتب‌ها در حدود مذکور مساعدت خواهم کرد. همین طور عموماً برنامه پیش از انتخاباتی هم را برای این و مساعدت در حل دیگر مسئله ها به مانند مساعدت و دستگیری اصلاحات در ساحه تندرستی، تأمین مرکزهای تشخیصی و طبابتی با تکنولوژی‌های معاصر، مساعدت به تشکل انفراستراکچور معاصر ساحه سیاحی، جلب سرمایه داخلی و خارجی برای تطبیق سیاست دولتی
مساعدت به شغل اهالی، بهترگردانی شرایط اجتماعی و زیست و زندگانی جوانان، پست کردن سطح بیکاری و مهاجرت مهنتی، فراهم آوردن شرایط مساعد برای زیاد نمودن سرمایه گذاری به ساحه کشاورزی و تمام دیگر راه و اصولهایی که زندگی شایسته مردم تاجیکستان از جمله حدود حوزه انتخاباتی را که از آن پیشبری شده تشکیل داده برای عملی شوی آن زیر سیاست حکومت تاجیکستان در تکیه با مردم زحمتکش و با آر و ناموس کشور همه جانبه کوشش به خرج خواهم داد و باور دارم که شما انتخاب کنندگان عزیز بی‌طرف نبوده به جانبداری نامزدهای ارزنده آواز می دهید. تشکر برای توجه.